فتون میرم نفتر بس کن آخی بس میرم نزن بس کن نزن میرم براتم یاری دیلا الهی زیاد را میکنم تو رو ندیدی؟ نه آقای طاهر من هم او رو نیافتم باید به اینجا میامد شایدش برای دعوایی با امک حامد داشته شد دشمنیشان در گذشته مان دیلا خاله زیلا باید میامد خیلی خواتیرم شاید رفتم ببینی خوب شد است آقای طاهر رو جیغ نمیزنی دیلا ببخشید من کار دارم او رو جیغم گفتم من اشواز جیغ میزنم آقای طاهر خانم روبیه با شما گفت زدن میخواد پریشان مینمایم با دقت باشید تو خواتیر نشد دیلا رو دامادی من نازنینی من مبارک شود تشکر رقص کنه برای مرا از اینجا بردنتان با نیرنگ و دروغ دستده چطور شما توانستید مادر دلیک را به اینجا آورده با من دام گذاشته مرا از این دهه از مادرم از دوست داشتم جدا کردن خواسته و این موفق نمیشود روید من میروم اما تو هم با من میروی با فکرم حال شما خوب نیست با من میروی وگرنه به نزدیک حامد رفتم برات بودن تا میگویم با شما باور نمیکنم من راهش را میدانم و اثبات میکنم که تو را زلال و مصطفی داده بود این کار را کردن میتوانم با من میروی طاهر نمیروم خالای زلال خالای زلال دیلا اینجایم دیلا آماده باشد آقای حامد همه چیز آماده همه شما را انتظارم برای چی دل کردید این طور باشد زودتر آنها را بخواه آقای حامد و شما گفتی خیلی مهمی دارم خیر از خانم رو بیا
مگر از نیکو هم چیزی مهمتر بوده است؟ بله بخیر است آقای خانم بله دمیر تو مامور نیکو را به جایش برده شونه خوب شده است آقای امید مرحمت بزنید سلام علیکم سلام علیکم بره یعنی خانم را بیا گپتان را زودتر بگید گوش کنید آقای امید شما از پسی کار نداشت من خودم بنویسم مایده گپ جان اما دیر نکن حاضر نیکو را سر میکنم باری دیگر خوش آمدید آقا تشکر مرحمت بزنید رد کنید ها شد شما بود کردید میرویم خانم اما اول باید با زینب پیدا شدم خوشبخت شوی دخترم تشکر پدر جون. خالای زلال در کجا باشند؟ چرا به توی نامدند؟ خالا؟ خالای زلال خالا خالا جان خالای زلال در کجای شما؟ خدایا خالا جان هیچ چیزی نمی‌فهمم و خود کس در وقت توی خودش قید زند اون نور را شرمنده میکند به خدا شرمنده میکند او چی؟ ما را مسخره میکند مگر شما بیهوده خواطر میشوید و در همین همی را جیغ قبیل دارم و در جیغ میزنید رو بین هیچ چیزی رو نمی‌فهمم خالای زلال خالای زلال خالای زلال با شما چی شد؟ خالا باید به آقای دوهی خبر رسانم همه جا خالا جان خالای زلال چشمانتان رو کشوید به خدای خالا جان خالای زلال چشمانتان رو کشوید خالا جان طاهر در اینجا هم نیست من به تو چیزی گفتن نتوانستم زینب بدون که این ساعت جدایی ماست بدون که من از مجبوری میروم مرا ببخش گریه نکن و زیقم نشو زینب مرا ببخش زینب
ببخشید مادر جان. و تو گفته بودم که طاهر رو میارم. کنی در کجاست؟ انا اونجاست. طاهر پسرم. گمان کرده که طاهر رو آورده میتونه او با زینب میمونه. نه او با ما میره چون که من مادرش هستم. تو وقت زینب زنده است طاهر اصلا با ما نمیره. زینب رو کشید اون رو. پسرم نرم تصاف نرم قلبه بیام میکشم مرا. رو میکشم. طاهر پسرم. مادر پسر جانم. شما چی دم آمدید؟ پسرم تو کجا شدی؟ میروم گفتم دی باز برای چی مرا منتظر نمودی؟ چرا منتظر؟ شما چی میگویید؟ گوش کن. وقتی که تو ناومدی دلکم رفت. ایستید مادر آرام شوید. دلک کیست؟ شما رو نمی‌فهمم. چرا پسرم؟ تو دلک رو در خاطر نداری؟ دختری دوست داشتن با او خانه دار شدنی بودی. چرا در خاطر نداری؟ انا بین این اولی مکتوب عاشقانه به او نوشته است. گفته بودی همراه از اینجا میرنی پسرم. جانکم پسرم. خانم رو بیا خوش آمدی. خوش باش. دلک رفیق دوره کودکی هم بود، اما حاضر در کجا بودنش رو نمیدونم مادر جان. مادر جان الان نگاه اومد. در کجا بودی دخترم؟ طاهر انا در اینجاست. نه در اینجا نیست. او با زینب است. همراه زینب میموند. ایست نرم من طاهر رو راضی میکنم. خواستت رو بجا میورم. ایستو نرم آخی نرم. ببین طاهر آخی به این طرف بیایید، به این طرف گذارید. بیایید به اینجا بیایید مادر جان. آرام شوید، کمی استراحت کنید. تو مرا مادر گفتی؟ مادر گفتی؟ باید چی میگفتم مادر جان؟ آخر شما مادرم هستی. البته مادر هستم. من مادرت هستم. البته من مادرت هستم. دلا در انبار داروی آرام کننده هست. باید باشه تو تو مرا مادر گفت. نمیداند که مادرش نیستم. پسرم پدرم شما رو انتظارم. زود بیاید گفتم. مایل شلی مادرم حاضر آمدن، کمی بتر میروم. خب
چی پس پسرم؟ کی توی دارد؟ تو حالا هم با زینب خونه‌دار نشدی؟ نه مادر جان، به نزدیکی خونه دار میشدیم. سروسی من نشبت میرزد. یکای گولی همین قدرش کفایه است؟ میرسد یا اینکه باز بیارم؟ امید لازم نیست میرسد. اگر لازم باشد گوید باز میارم. لازم نیست امید. تشکر. تشکر. پدر پدر مادر آقای طاهر اومدن. خدای توبه، این زن بیمار بود. کی از بیمارخانه جواب شده است؟ معلوم می شود که شفا یافتند، راست، لیکن چرا با ما خبر ندادند؟ خدای توبه. دخترم رفته خوش آمد رو خبر گیر عیب می شود. البته حاضر می روم. احتیاط کنید پسرم، پایان را هم سفید کن. احتیاط کن. رفتیم پدر، رفتیم زودتر. رفتیم دخترم. ها مادر جان، از بیمارخانه شما را کی جواب دادن؟ خبر میدادید من رفته شما را می آوردم. بیمارخانه رو یک سو گذار پسرم. در آنجا دلم تنگ شد پسرم. پسر جانم، تو مرا پزمان نشدی؟ البته پزمان شدم مادر جان، البته پزمان شدم. اوه خانم رو بیا خوش آمدید. خفه نشوید، آمدنتون رو نفهمیدم موندیم. خوش آمدید خانم رابیه، از دیدارتون شدم. خوش باشید. ما خانم رابیه را به خانه میبریم، کمی استراحت کنن، خوراکی گرم خورن. جان بدنتون در کجاست من برم؟ اگر اوید بسیار سرم خوشم یک دویست، من خودم میگیرم. شما زمان نکشید. مانت پدر، من میبرم. دخترم صبر کن، من خودم میبرم. دخترم من خودم میبرم، صبر کن دختر. جان بدنتون رو گرفتم خانم رابیه. بیاید رفتیم و خانه میرویم. رفتیم، مرحمت کنید، به خانه ما مرحمت کنید. رفتیم. زینب رفتیم. تو نرو، من به تو گپ دارم. مایلش بخیر است. زینب دانسته باش، مادرم رو جواب ندادن. او از بیمارخانه گریخته است. تو چه میگوی طاهر؟ اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدونم زینب، سخت بیمار است. بیماری روحی. در کدام سطح قرار داشتنی بیماریش رو نمیدونم. باید با دقت باشیم زینب. مرحمت کنید. آقای حمید، آقای حمید، خوش آمدید خانم. خوش باشید. یک دقیقه. آقای حمید در کجا میگردید؟ در همه جا شما رو میگردید. چی شد؟ باز دمیر زنگ زد. کمی دیرتر زنگ زده کی بودنی برات رو با آقای حمید میگویم گفت. چی؟ من میروم آقای حمید، شما هم زودتر بیایید، دیر نکنید. خوب نایلش. عجبو، دوغم برات تصمیم گفته باشد یا خدایا؟ کنیشر بچه ها مشق کنید. نفس از صف نبرا، در جایت گذر. برابر شو، راست شو. من همینطور. هر نفره که نشان را پرانده تواند به او توفه میدیم. کنی سر کنید. داغن به اینجا نمی آید. بیهوده رو انتظار میشوی گلتین. گیر خور. چند روز بود هیچ چیز نخورده ای. نمیتواند. چرا نامد؟ ایتن گفته بود کمی کار دارد بعد می آید. چند روز گذشت حالا هم نیست. ایتن این رو گفت. نخود به سخنان آن مار باور کنی. من به جای تو می بودم اصلا باور نمی کردم. من رفته از او می پرسم و من در کجا بودنی دونغر را می گوید وگرنه از اینجا می روم. گوش کن گلتین. از جایتان خزد. چی شد گلتین؟ چی میخوری؟ اپا داغن حالا هم نامد. شما گفتید کار دارد می آید. چرا نامد؟ با او یکم واقعه شده است. چی واقعه؟ ای دختر، اینقدر ساده بوده ای، نخواد با او باور کنی. یکان واقع نشده است. داغن را فراموش کن. به نزدت نمی آید. او به دیگر دختر دل بسته است. همین ترونه ایتین. راست البته. او آنقدر هم انسانی خوب نبود. حالا کی میدوند که از پسی کدام دختر میدود؟ او را فراموش کن. داغن این کار را نمی کند. دروغ می گوید. همه تان دروغ گوید. همه تان فریب گرید. دمت را گیر ابله. داغن نیست. فهمیدی نیست. نیست و نابود شد. فهما مرا فهمیدی.
اگر از این پس گفته هایم را اجرا نکنی، آدم بری رفتار نکنی، عاقبتت خوب نمیشود. فهمیدی؟ فهمیدی مرا؟ فهمیدی؟ دوغن تو را نابود کردن. دوغن ایتین او را از نظرم دور کن. قزبان کنی همان برو از اینجا بس. اطاعت از قماندان. اینها چطور سلاح را ندارند؟ نه ایتین زودتر باشین. نشان گیرید گفتم. یک طرفیست. از شما جنگاور نمی براید. زودتر نغمه نکنید. روید از اینجا. روید اول رفته سلاح داشتن را آموزید. روید زودتر روید. چکار کردید؟ آنها را یافتید؟ آدمانمان در همه جای علماز مجدر و جستند، اما زنها نشانی هم نرفتند. کی میداند به کجا رفته باشند؟ حتما آن خائن را میابم. رفت لبای سینون بده آبی کلان رو. از مادری مجدر چشم نکن. او حتما ما را به نزدیک آن خائن خواهد برد. رو زودتر رو. صفات و مکس را دوام ده. ایتن گوش کن. در کوه خودش تنها چیکار میکند؟ برفین بس هست نکن، مجبورش نکن. میبینی که گپ زدن نمیخواهد. چی شده است؟ تنها یک سوال دادم. کچه چرا گپ نمیزنی؟ چرا دانستن میخواهی برفین؟ نرنج، تنها یک چیز رو پرسیدن میخواهم. چی طور از محبس آزاد شدی یا اینکه گریختی؟ گوش کن برفین، دیگر تکرار نمیکنم. بیزار کردی. دیگر از من چیزی نپرس. فهمیدی؟ نپرس. خیر میلش راهمان رو دوام میدهیم. این بگاه شما رو به سرحد میبرم. اگر یکون مشکلی نبروید به اون طرف سرحد میگذاریم. در اونجا چقدر میمونیم؟ معلوم نیست برفین. شاید دیگر هیچگاه بر نمیگردیم. خدا میداند شاید بر نگردیم. دشوار است. مادامی که دیگر بر نمیگردیم بعد همون رفته با مادرم خیر خوش کردن میخواهم. نمیشود، زیرا وقتمون تنگ است. اگر به دست افتید شما را میکشند. رفته نمیتوانی. مادرت را فراموش کن. چی خیر؟ برفین بس کن آخر. سرمان را در بلا نگذار. یعنی شما گفتنید که تا آخر عمر مادرم رو نمیبینم؟ این طور نشود. کی مرده است کی زنده؟ باری آخر او را با آغوش گرفتن میخواهم. با او خیر خوش کردن میخواهم. میفهمید؟ گیره کردنی برفین رو نمیخوای الماس؟ برفین گریه نکن. تو به نزد مادرت رفته نمیتوانی، لیکن من خالای زیلول رو به نظر میارم. تشکر کیچه. تشکر اپا جون. مادر؟
مادر جان پسرم چی شد مادر جان؟ چرا گریه میکنی؟ من گریه نکنم که گریه کند. پسرم خانه‌دار می شود و من رفتن نمی توانم. چند روز است که حالا هم از دخترم خبری نیست. در جای باوریناک بودنشان را میدانم مادر. حتما یک روز خبر میفرستم. چی شد پسرم؟ تو برای چی اومدی؟ مادرم اومدم. تو چی ها میگویی پسرم؟ او در بیمارخانه نبود مگر؟ چی او را جواب دادن؟ گمان نمیکنم که او را جواب داده باشند. با فکرم ما گریخته است. خود دفتر قید بیمارخانه را مکتوب گفته با من آورده است. خودش نمیداند که چی کار میکند. او خیلی بیمار است پسرم. چی کار کردنش را نمیفهمد. کوشش کنید که با او روبرو نشوید. او نباید فهمد که من حقیقت را میدانم، وگرنه برات بودنی ما را با آقای حمید میگوید. خدا نگهدار. مایلش پسرم، مایلش براتم. هر چیزی که تو گویی همان را میکنم. تو برای او زیق شدی؟ چی ترزیق نشوم مادر جان؟ سالها باز او را مادر گفتم. او مرا به وایه رساند. حاضر باشه در این حال او را دیده دلم برایش میسوزد. چی علاج پسرم؟ از دستمان کاری نمی آید. بهترش او را به بیمارخانه بر. حاضر او را برده نمیتوانم مادر جان. پسرم می ترسم که برات بودنت را به یگان کس گوید. میدانی چی می شود؟ خواطر نشوید مادر جان. رفته با دقویم زنگ میزنم که او را گرفته ببرند. خیر، میلش رفت. یا خدایا یا خدایا، زود زنگ میزند. گفتی چرا زنگ نمیزند؟ من از کجا دانم؟ کنیک ببین سیمش باز کنده نشده باشد. حاضر کار میکرد که الا زنگ زد. گیرید. الو دمیر، توی پسرم؟ بله منم آقای حمید. گوش کن دمیر، برات را یافتی؟ این راست است؟ بله راست است آقای حمید. رو برات همان داغن است پسرم. نه آقای حمید داغن نیست. پسرم تو با اکم رفع زنگ زده برات داغن است نگفتی مگر؟ نه به خدا من این خیلی نگفتم. خیر این طور که باشد برات کیست؟ برات کیست؟ من هم خدمت مصطفی کماندان را یافتم. کمی مشکل بود اما در آخر یافتم آقای حمید. اگر گویم در تعجب میمانید. برات دکتر طاهر است. الو الو دمیر گوی برات کیست؟ رمزن برات طاهر است گفتم آقای حمید نشونیده؟ برات طاهر است. الو مرحبا علاقه کنده شد خدایا. یک بلا زنم دقیقه هایم تمام شده است. برادر رفتیم. بیایید از بالا سر گذاریم. رئیس تلفنات باز از کار برآمد. کار میکرد که انا گوش کنید کار میکند. این رو بینه وقتی که بودنی برادر رو گفتن علاقه کنده شد. البته می آید. البته دمیر می آید و که بودنی برات را به من میگوید. حتما میگوید. بخیر است؟ چی شد آقای حامد؟ هیچ چیز نه پسرم، هیچ چیز نه. خیر من به نزد میمون ها میروم. میلش رئیس ممکن است به یک جا زنگ زنم؟ البته دکتر چرا نه؟ مرحمت گذار. Bakarım sarı bağlarla kız söyler gelin آدم که زنی مادری داماد از رفته برای ağlar kız söyler gelin ağlar Niye ben ölmüş müyem lo
مبارک شود مبارک شود. تشکر. مرحمت خانم رودیا، برو که توی از شما هم چشید. Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle. Loberde, loberde. O doktoram. Doktoram, zeboşudayım doktoram. Zeynep abla gel. Zeynep abla gel. Sarı bağlarla kız söyler gelin ağlar. Makaram sarı bağlarla kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyem lo Asyam karalar bağlar. Niye ben ölmüş müyem lo Asyam karalar bağlar. Lo berde, lo berde. Zülfün yüzüne perde. Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle. Lo berde, lo berde. Zülfün yüzüne perde. Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle. Makaram sarı bağlarla kız söyler gelin. خیلی زیبا شده ای دخترم. Makaram sarı تشکر خانم رابیه. لباس های عروسیت هم همین خیلی زیبایه. این رو شما بها میدهید. بیایید به شما نشان دهیم. رفتیم. Niye ben ölmüş müyem lo Asyam karalar bağlar. Lo berde, lo berde. مرحمت گذر. آقا طاهر خوش آمدی. خوش باشی زینب. طاهر پسرم خوب کردی که اومدی طاهر. من لباسهای عروسیم رو به مادرت نشان دادنی بودم. مادری رحمتی هم ریختند. بعضیشون را با شدیانگه گلی. در حقیقت لباس های عروسیت هم زیبایند. میدونی چی زینب، اینها رو بعد آمده میبینم. من مادرم رو میبرم کمی استراحت میکنم. همینجا استراحت؟ نه، با اینجا مهمانان میآیند. شاید ناراحت شد. نه من خوبم پسرم. ها خوبم. من مادرم رو به کلبه هم برده خودم با نقطه‌ای که میمیرم زینب. بیا خودت میدونی. رفتیم مادر. انور آوردن جان، انور جان، انور جان. چه شدم جیان؟ خیلی خوشرو شده دمک. حتی داماد شما رو دیده حسد میبره. راست میگویی خوشرو شدم؟ چه گپ است امید؟ مهمانان آمدند. بیشرم تو با توی خانه رو. مرحمت دمک. زود رو. شما با من دروغ گفتید اکا. چه دروغ حمید؟ اکا مگر شما نگفته بودید که با دمیر صحبت کردم کی بودن براد را گفت اکا؟ نه با من دمیر نیو احمد گفته بود. از دروغهایتان بیزار شدم، میفهمید؟ بیزار شدم. قریب با دروغ شما یک آدمی بیگناه را به قتل میرساندم اکا. نه این طور نمیشود اکا. پس از توی هر کس با رای خودش. دانستمانید اکا، دانستمانید. حمید ایستا اکا دعوای خونی با آخی رسیده است گفته بودیم. اگر زلال فهمد چی میشود اکا؟ رفتم میگویم که برات را یافتم. کی بودنی بیشاتی ها را باید آند اکا. زلال بخیر است امید؟ بخیر است زلال، بخیر است. دروغهایت آشکار میگردند. برات زنده بوده است.
کی بودنش رو هم میدانم. مادامی میدانی با من هم گوی کی بوده است پسری من؟ دمیر کی بودنش رو میداند، حالا در راه است تا بیگا به ده میرسد. قسم یاد نموده بودم که برات را به قتل میرسانم. این را فراموش نکن زیلال، این را فراموش نکن. مرا ببخشید. من دیگر کس را دوست می‌دارم آقای فؤاد. اما او خانه‌دار می‌شود. دلا با تو چی شد؟ خوب هستی؟ آخه شما باید در توی خانه باشید. دکتر پسرم چی شد خاله زیلال؟ با تو گپ دارم. احوال مادرم خوب نیست دلا. او رو با کلبچه هم بردم لیکن خواطرم یک داروی آرام کننده آماده. خوب شده است. بیا. آه پسرم، حامد برات بودنت را میفهمد. از کجا میفهمد مادر جان؟ حامد به خانه هم آمده گفت که دمیر همه چیز را فهمیده، قلقه برات برآمده است. سردارانمون چه امر نمودند سینان؟ هیچ چیز نمیگویی؟ گفتم که با آنها هجوم میکنیم. برای چی؟ ایتن بسیار سوال نده. مایلش سینان، سوال نمیدیم. ما باید هجوم کنیم، زیرا میخوام درباره ما با واسطه تلویزیون گپ زنند. فهما؟ خدایا سیلاداران. آن آدم کیست؟ شاید جنگلبان باشد. ایستا نگوره. ایستا بگویم. ابله ایستا. من باشد ایستا. اطرافش رو محاصره کنید. زود باشید. زودتر. چیکار کنیم سینان؟ رفته به سرش یک تیر پرانه. نمی ارزد، مرده است. رفتیم بچه ها، رفتیم. زودتر باشید. دمیر به ده آید همش اشکار می شود. از کجا معلوم که او میداند یا نه؟ غم نخورید مادر جان. آخر این طور نمی شود پسرم. آنها در آخر برات بودنت را می فهمند. هیچ چیز نمی شود پروا نکنید. آقای طاهر، آقای فؤاد به هوش آمد. من باید روم مادر جان.
ظالم، او با تو چی بدی کرد؟ چرا او را کشتی؟ او آدم تشکیلات است، از پس شما میگشت. چیچه این تویی؟ تو در اینجا چیکار میکنی دخترم؟ حالا وقتی این گونه گپ‌ها نیست خاله. برفین و یلماز شما رو انتظارند. چی؟ تو چی گفتی دخترم؟ این رفتی؟ احوالشون خوبند خاله، خوبند، رفتیم. مادر جان جانکم، گمان کردم که دیگر شما رو نمیبینم. برفی شاید از این پس هم دیگر رو اصلا نبینیم. این طرف نگویید مادر جان. چی گویم دخترم؟ تقدیرمون رو نمیدونیم. کی آمدنی مرگمون معلوم نیست. خاله ما باید هر چی زودتر از اینجا رویم. یعنی میرویم؟ کمی حالا از مادرم تر نشدم. حاضر اگر برو برویم سحری به سرحد میرسیم زودتر. شتاب کردم لازم. از من راضی باشید مادر جان. شیری دادم و تو حلال بود دخترم. یلماز دخترم به تو امانم. امانتتان را چون گوهری که چشمم احتیاط میکنم. این مکتوب را برای دیلا نوشتم. انا این باشد از من به عمر خاطره. آنها را با شما و شما را به خدا میسپارم. خواطر نشم. آنها را چون فرزندانم نگاه میکنم. خدا یارتان خاله زلال. به دیلا گویید که با فؤاد خاندار شود. میلش پسرم، میگویم. مادر جان خدا شفا دید. سلامت باش طاهر. ایش نیست. با تو حالا خیستن ممکن نیست. احوالم بد است دکتر. خواطر نشو نمیمیری. حاضر مردن نمیخواهم. کارهای زیاده را باید به سامان رسانم. دیلا چرا این طور کردی؟ با او خدا شفا دید هم نگفتی؟ شما گفتید که کفایت. دیلا من با کلباشه هم میروم. با مادرم سوزان دارو گذراندن لازم. با این دختر چی شده است؟ فؤاد من کمی بهتر میآیم. مادر جان بیایید زودتر رویم. اگر پس از بازگشت مرا نیابد چه خیلی میفهمد که برات زنده است. برفین ایستا دخترم. خاله وقتمون خیلی تنگ است. صبر کن کیچه، به دخترم گفتنی دارم. برفین حاضر به تو یک چیز میگویم که تا حال به کسی نگفتم، لیکن از ناچاری این کار رو کردم. گفت زنید مادر جان، گوش میکنم. برات نمرده است. چند وقت باز در ده همون است. مادر چی گفتنی؟ پس احکام کیست؟
او دختر طاهر است. چی؟ واقعا می شود؟ ها. بخیر است؟ آقای دکتر طاهر اکای من بوده است. او در اصل اکام برات بوده است. آخر برات چند سال پیش مرده بود؟ نمرده بود پسرم. برای او را از دلای خونی نجات دادم. دروغ گفتم. خواستم دخترم هم داند طاهر برات است. او خواهرش بودنم را میداند. او همین را میداند. البته میداند. تو را هم بسیار دوست میدارم. او خیلی زیق شد که تو را باری هم به آغوش گرفتم. خواهرم گفته نتوانیست. او در حقیقت همین طرف گفت مادر جان. اکا جانم کاش در نزدش می بودم و او را با آغوش گرفتم. اکا جان گفتم می بوسیدم. یلمز میخواهم که اکم را پیش از رفتن یک بار ببینم. حق داره برفین. باید اکات را ببینی. هیچ ما را همینجا منتظر شود. ما زود به ده رفته برمیگردیم. کمی دیگر ماند. پسرم را از دست آنها نجات میدهم. بله نجات میدهم. چرا به من اینطور نمیگری؟ نمیتوانید. میترسید. نه به من باور کن. میتوانم. میبینی میتوانم. مادر شما با کی گپ میزنید؟ نمیبینی با دیلیک صحبت دارم. بیاد مادر بنجوش شنید. حاضر من با شما سوزن دارم میگذارم. شما خودتان را بهتریست میکنید. نه من نمیخواهم. طاهر از سوزن دارو بیزور شدم. یکی موس مادر جان رد نکنید. قول میدیم که درد نمیکند. میلش از سوزن دارو بیزور شدم پسرم. طاهر پسرم. دیلا دخترم چه شد خدای زیلول؟ من فوراً دختر رو دیدم میخواهم. آقای طاهر به کلبهشان رفتن. به نزد خانم رو بیا. خوب میلش. نه طاهر خوب کردن نمیخواهم. پسرم شد مادر جان. استراحت کنید. طاهر پسرم چی شد مادر بخیر است؟ گوش کن پسرم. به برفین همش را گفتم. برات بودنی تو را گفتم. اکم را دیدم میخواهم گفت. تو را انتظار است پسرم. چی؟ در کجا؟ در دهه. سینان آنها را جستجو میکند. با دهه آمدنشان خطرناک است. چرا راهمان را عوض نموده به دهه آبی کلان آمدیم سینان؟ آیتین سردارانمان خبر فرستادند. داروهای زیاد جمع کنید گفتند. در نقطه های طبی منطقه چقدر داروی باشد با آنها میفرستیم.
مگر او دکتر نیست؟ همراهش مادری مژده است. عجبا، اینها با کجا می رفته باشند؟ شاید آنها در همین جا پنهان شدند. نیست. حاضر می فهمیم. با من بیایید. بیایید. خوش آمدید آقای دکتر. خوش باشید. برفین در درون است. سلامت باش. برفین. اکا جون. برفین. برفین گریه نکن. خواهش میکنم گریه نکن. شما چرا گریه میکنید؟ قربانتون شوم اکا جون گریه نکنید. شد گریه نمیکنم. تو هم گریه نکن. اکا جون من چطور شما رو پرداخته روم؟ از روی دون سر نشدم. شما رو اکا گفته نتوانستم. زیغ نشو. باز هم دیگر رو میکنیم. انشالله همه وقتی یک جو زندگی میکنیم. سینان میآید. سینان میآید. باشید پنهان شد. زودتر شما را نیابند. زودتر بیاید از اینجا گریزید. تنها یک راهی برآمد است. از آنجا برآمدن نمیتوانیم. برو میبینم. چکار میکنید؟ با زیر گاه پنهان شوید. زودتر. آنها را از آنجا میابند مادر جون. چاره دیگر نداریم اخیر. خدایا با ما کمک کن. زود اطرافشان را احاطه کنید. زودتر. اتم با من بیا. در اینجا چی میکاوی دکتر؟ گوسفند بیمار شده است. تبابت میکنم سینان. تو دکتری یا اون که بیتاره؟ تو را با گوسفند چی کار؟ تو را هم تبابت کرده بودم سینان. صبر کن ایتن. دکتری احمق، آن زبانی درازت را بریده میپرتم. فهمیدی؟ سینان خودت در اینجا چی میکوبی؟ چی کافتنم را میدانی دکتر؟ در اینجا بغیر از ما کسی نیست. تو دمت را گیر. گپ نزن. دروغگو بودن را من نغز میدانم. برای یک گوسفند به اینجا آمدید؟ بله. دکتر راست میگوید ایتن. در هر کجای بیمار باشد او البته میرود، لیکن وقتی همراه این زن باشد با او باور نمیکنم. شاید آنها را در زیر این کاه پنهان کرده ای؟ اینجا نیستند. آنها در کجایند دکتر؟ نمیدانم سینان. شما نمیدانید، اما من میابم آنها را. میابم. برای تویت ارمغانی آماده کردم دکتر. در تویت اشتراک میکنم. هیچ کس نیست سینان. را گردید میرویم. آنها باز برای چه بدی آمده باشند؟ کی میداند که باز چه نقشه دارند؟ شما هم اینجا مانید. صفا با من بیا. ایتن تو هم.
همشیره با ما دارو لازم چقدر باشد بیار. داروها رو نمیدیم. آنها با مردم لازمند. چقدر با مردم لازمند؟ ما در کو برای آنها مبارزه میبریم، تو با شیمتر میگویی. کنی زودتر، گبرا زیاد نکنو، رفتا داروها را بیار. ایتن وای ایتن نگر عکس دکتر بوده است ها؟ این قدر خوشروی بوده است ها؟ و مثل گیپوکرات. ایتن جمع کن، یک دانه هم با آنها نمان. جمع کن. لیلا دکترم، دمیر از بلندی افتاده است. دکتر همینجاست؟ نه اما که امید، با کجا رفتنش رو نمیدونم. چوپانها او رو یافتن. من تا آمدن دکتر با او دست نرسانید گفتم. حاضر آقای طاهر رو یافتن میارم. دکترم. وای پدری معلمه هم اینجا بوده است. ما را سخت انجام دی. دخترت را به دکتر میدهی، به قریبی توی داری، و ما دعوتنامه هم ندادی. خفه نشو آقای سینان، لیکن تو کی با یگان جو با دعوت ما رفته بودی؟ به اینها نگر، همشون شوق شدن. رفتیم بچه ها، راه گردید میرویم. از پسی من. دیامنی ترونی آچارمن دیامنی ترونی آچارمن دیامن. آقای طاهر فورا رفتن لازم. چی شد است دیلو؟ چوپانها در کو خدمتگار آقای رافی رو یافتند. زخم دار بوده است. برای او را آوردن آقای حامد شما را انتظارند. خدمتگاری آقای رافی گفتی؟ بله، از ناحیه می اومده است. دمیر برگشت. رئیس با این تلفن ویرانت که بودنش را نفهمیدم. آمدن. زود باشید بچه ها. بیارید. احوالش دور است دوباد. این حال هیچ چیز گفتن نمیتوانم آقای رافی. با او چی شده است؟ از بلندی افزیده است. بیچاره مجروح شده است. آقای حامد، رفت. من به نقطه تیبی میروم. مایلش زود رفته بیو. طاهر پسرم، احوالش چی است؟ بیهوش است. گپ زده میتواند؟ یک چند مدت نه. خیر میلش، من به خانه میروم. میلش. من در کجایم؟ پسرتان رو میبرد، شما باشد خبر نداره. پسرم را به او نمیدیم. خواهیدی به او نمیدیم. خانه دار میشوند. چطور صدی راهشون میشوید؟ او را میکشم. خانه دار نمیشود. میکشم. دمیری بیچاره، خدایا خداوندو به او مدد رسون. رفتیم ینگه جان، میرویم. آیشه تو هم با ما بیا. چیکار کنم زینب؟ به خدا خیلی زیق شدم. اگر به او یگون چیز شود بیچاره زهرا چیکار میکنه؟ دعا میکنیم ینگه جان، خدا بزرگ است. چی شد علی؟
اکای دمیر رو به خونه آوردن. احوالش چه خیل است؟ نمیدونم، بهوش خواب است. بیاید رفتیم مادر جان. شما رفتن گیرید ینگه جان. من در رو محکم کرده میآیم. مایلش. پسرم را از من گرفتن نمیتوانی زینب. تو را میکشم. من رو ترسانید خانم رو بیا. شما چیکار میکنید؟ تو را میکشم. از من چی میخواهید؟ با پسرم خانه دار شده و رو از من گرفتن میخواهید. اگر من رو کشید به طاهر چی میگوید؟ طاهر من رو دوست میدارد. اگر من رو کشید طاهر رو تماما از دست میدهید. راست میگویی، لیکن نمیفهمد که من کشتم. ایستا دخترم، عذر میخواهم. التماس به او نگوی، به طاهر هیچ چیز نگوی، وگرنه من رو ترک میکند. چرا این کارو کردید؟ چرا ما رو کشتن خواستید؟ برای حمایه کردن فرزندم. چقدر حمایه بوده؟ شما رو از من حمایه میکنید؟ بله. اگر تو را به قتل رسانم به طاهر خانه دار نمیشوی. و آقای حمید هم برات بودنش رو نمیفهمد. شما چی گفتید؟ من چی گفتم؟ طاهر برات است گفتم؟ برات که پسر زلال؟ البته تو نباید با دشمنی جانیت خانه دار شوی. با دشمنی جانیت خانه دار شوی. من چی؟ شما چی ها میگوید؟ همه این ها راستن؟ راستن، لیکن خواهش میکنم به طاهر نگوی. به اون نگوی من قصد جانت را کردم. دلی گناهکار است. او گفت که تو را به قتل رساندم. به طاهر نگوی، برات است. برات نگوی. برات است. چی شد پسرم؟ دمیر به هوش اومد؟ نه مادر جان، حالا هم بیهوش است. پسرم من میترسم.
مبادا به خوش آمده برات بودن تو. مادر خواهش میکنم آرام باشید. دانستنش معلوم نیست. از کجا برات بودن ما را بفهمد؟ این طرف نگوی. شاید پدرت در این باره به یگان کس گفته هست. شما زیر نشوید. وقتی به هوش آمدن مادرم رسید تقوید کی میآید؟ خانم رابیه را کی از اینجا میبرد؟ پگاه انشالله میآید مادر جان. خیر شبی خوش. شبی خوش. امید دمیر در این احوال باشد ما توی کرده نمیتوانیم. امید احوالش چقدر است تویر؟ او را معاینه کردم. یگان جایش نشکسته است. شاید اعضای بدنش لط خورده باشد. بعدی به هوش آمدنش میفهمیم. او کی به هوش میآید؟ معلوم میشد که از روی خیلی بلا نفیده است. دیر به خود میآید و شاید هم گذشته‌اش را به خاطر آورده نتواند. انتظار میشویم. میلش کاری از دستت می آمده را کن پسرم که به هوش آید. خدایا بوز در غم جانو قصاب در غم چربو. ایست اول او صحت شود. امید صحت می شود. انشاءالله صحت می شود. به هوش آمده کی بودنی برات را به ما میگوید. البته میگوید. آقای طاهر دقایتان آمدند. دخترم تو رفته او را به خانه بیار. مهمانمان شود. لازم نیست. او برای بردن مادرم آمده است. باید هر چیز زودتر مادرم را به بیمارخانه میلش پسرم به خدای دمیر خود را از دست نده. دخترم زینب و تو چی شد؟ خوبی؟ و خیر است دخترم؟ اگر خواهی رفته ینگه گلی رو دویق میزنم. نه پدر. زینب چرا لباس های در زمین است؟ من خانه دار شدن نمیخواهم پدر. بس کن دخترم. چی شد؟ چرا این طور میگویی؟ هیچ چیز نیست. تنها خانه دار شدن نمیخواهم. چرا زینب؟ چرا دخترم؟ چرا این طور میگویی؟ این کاری بازی است مگر؟ میمونه آمدن من با اونا چی میگویم؟ خانه دار شدن نمیخواهم پدر. دختر جانم تو چی مرا شرمنده کردن میخواهی؟ پدر نمیخواهم گفتم نمیخواهم. این طور نکن. ایست دخترم. نرو یکدم ایست دخترم. زینب یادم است. امید چی میخواهی دکا؟ تا دمیر سیاد نشود توی نمیکنی. یکا چه میگوید؟ یا خدایا غم و دردی خودم کمی که با شما پیدا شده. زینب باید تا به آخر رسیدن طبابتشان در بیمارخانه مانند. فهمیدم طاهر. او را تنها نگذاره تبا. خواطر نشو. گریه نکنید مادر جان. مرا با آنجا نفریست پسرم. از من جدا نشم. جدا نمیشم مادر جان. آخر شما مادرم هستی. به خبرگیری من میایی پسرم. البته میایی مادر جان. البته یک بار دیگر مادر گوی پسرم. مادر بیا رفتیم. خیر مادر جان زیخ نشوید. بیا رفتیم. تو بازی خوب خیر رفتیم.
همه جا پر سربازان است. به فکرم عملیات میگذرانند. با این احوال از سرحد گذشته نمیتوانیم. پس چی کار میکنیم؟ در همین نزدیکی ها یک خیش دارم. شما رو در اونجا پنهان میکنم. دلا در درون یکون کس هست؟ تنهایم خاله جان. آقای طاهر به کلبهشان رفتند. احوالی دمیر چه خیل است؟ حالم به خود ناآمده است خاله جان. بیچاره دخترم، یلمز به من یک امانت داده بود. یلمز رو در کجا دیدید؟ به دیه آمده بودند. یکون کس نفهمد گفتد و تو هم نگفتید. خفه نشو. این ساعت را برای عمر داد. مکتوب را باشد برای تو. چی نوشته است دیلو؟ میخواهد که با فؤاد خانه دار شوم. یلمز راست میگوید دخترم. من دیلوی با عقلم. این طور نکن. دیگر اگر هم روزی است تو هم یک باری دیگر فکر کن دخترم. خانم دیلو، لبای آقای فؤاد. گمان کردم که کسی نیست. شما را دیده خرسند شدم. حالا صحت نشده اید. چرا از جایتان خیستید؟ خودم را خوب حس میکنم. پگاه توی است. اشتراک کردن میخواهم. خدا به طاهر و زینب خوشبختی عطا کند. انشاءالله خوشبخت میشود. با کجا میروید خانم دیلو؟ تو مهری طاهر رو از قلبم پاک نسازم با کسی خانه دار نمیشد. من به عمکی داود همش رو فهماندم. شما رو پنهان میکنن. درایید. هر دیاتون خوش آمدید. سلامت باشه. تو چی نام داری؟ نامم صد است. من برفین. نامی او یلمز است. درایید. سلامت باشد آقای داود. ما را در خانه تا مهمان کردید. تشکر. هیچ غم پسرم. هممون در این دنیا مسافریم. خود را ناراحت حس نکنید. اینجا را چون خانه خودتان دانید. در اینجا من و صدف تنها زندگی میکنیم. چرا تنهایید؟ آیله‌تان در کجایند آقای داود؟ پسر و کلینم در مینه ترکیدن دخترم. من و نبیرم صدف تنها ماندیم. خدا رحمتشان همدردی را قبول کنید. خدا راضی باشد. خیلی یلمز. هر دوتان همراه عمکی داود میمونید. من میروم. کیچه به کجا؟ گرد و اطراف را از نظر میگذارم. برای با اون طرف سرحد گذشتن راه میجویم. من هم همراهت میروم که چه. شاید از سربازان یگون معلومات گیرم. میلش عمکی داود. چای می نوشه؟ البته می نوشه. من علاقه مادر و اکا هم رو پزمون شدم. در مملکت بیگونه چی کار میکنیم؟ طاقت میکنیم برفین. چاره دیگر نداریم.
زینب زینب لباس های دامادیم رو پوشم میبینی؟ کدامش بهتر است نمیدونم. یا اینکه بگاه پوشم. تماما نپوش. من زنی تو شدن نمیخواهم. زینب زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. یارکم وفا ندارم آچا جان او حال کم بغل من میدونم هرچی باشه تو خیرش مال منی. ای دادری مسافرم تو بر وطن بیا عبیدای در برکوز بنده عزیزی من بیا آخر کجایی یا بازی تو سپو جانمه و دردی عشقی من درمانیانه. میخوایی به هندوستان سفر کنی؟ ما با شما امتیاز میدهیم. پول کلان لازم نیست. سیر و سیاحت شما را رستم نور به دوش میگیرد. هر کی پیش آمد برد کرد. زیبایی و جذابیت کشور هندوستان در آلبوم ترانه‌های جدید رستم نور با نام از هالیوود تا بالیوود بگیر سفر کن، جانی بخونه و بمانو و بخرج زیادتی راحت کن. آلبوم نوی ترانه‌های رستم نور با نام از هالیوود تا بالیوود در تمام نقطه‌های فروش مواد آدیو و ویدیویی. روزهای نزدیک. تلفن برای معلومات 905 55 44 11. آلبوم نخستین قربان امین جان با نام عجایب چوپان بچه. آلبوم جدید ترانه‌های خیلی زیبا، عاشقانه، دلنشین و روح نواز. نسخه اصل در استودیوی سیما. روزهای نزدیک از نقطه‌های فروش دسترس کنید. طیره‌های تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.